ای بندگان مسلمان من، بیگمان زمین من فراخ است، پس خاص مرا پرستش کنید. هر کس چشنده مرگ است و سپس به سوی ما بازگردانده می شوید. در این حال کسانی را که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، بیگمان ایشان را در بالاخانه های از بهشت جاگزین می سازیم که از زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. ایشان در آن جودانه به سر می برند و چی خوب است مزد نیکوکاران، آنانی که صبر کرده اند و به پروردگار خیش توکل می ورزند. ای بسا جانورانی که روزی خیش را بر نمی دارند، یعنی پسنداز نمی کنند که خداوند هم آنها و هم شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست. اگر از آنها بپرسی کیست آن که آسمانها و زمین را آفرید و آفتاب و ماه را رام